سلام، من نگار هستم. خوش اومدید به MDN نگار، کانال خودتون. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه دوستای عزیزم. امروز اومدم با یه ویدیو دیگه از آیسی جون از پسر خالم آیسان اسلامی شوخی میکنم. یه دیدی یکی جدی گرفته، چی کار کنم؟ از آیسان اسلامی میخوام براتون ویدیو بذارم، همینجوری رندوم داریم یکی میخوایم با هم دیگه ویدیو ببینیم، ویدیوهاشو ببینیم. همینجوری میرم یکی جلو، چون که ساعت 3 صبح وقت نکردم براتون یه ویدیوش کنم. از تو یوتیوب یکی میریم جلو. همچی که میدونید من مادر 2 تا بچه‌م، یه 6 ماه یه 3 ساله، اونم هر دو پسر. تمام. بریم. خیلی حرف زدم، سرتون درد آوردم دوستای عزیزم. یادتون نره لایک کنید، سابسکرایب کنید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید، یعنی پیج منو، یوتیوب منو، اینستاگرام منو، همسر و MDN رو فالو کنید. بریم با هم آیسی ببینیم، آیسان اسلامی. بریم. اعصاب رفیقم سر صبح. صدای تکس نیاد سر صبح تو این خونه. من شبا اینطوریم. هر 8 ساعت میخوایم اینجا وایسیم بخوابیم. 3 تا 21 3 میشن تا 2 تا 8 تا 16 تا 17 تا 20 هر 8 ساعت. بچه ها من کوچولو بودم اینجوری بودم، اینجوری میشمردم 3 مثلا 8 تا هر چی رو میدونستم بقیهش رو میشمردم. چیکار کنیم؟ آیسانم کوچولو شده. اینکه فقط اسیر تلفن با این اون دختر و مختار 10 تا دوست دختر داره. وقتی با تلفن حرف میزنی اینکه فقط اسیر تلفن با این اون دختر و ناخونو باید بگیرم. اونجا بودم دیگه وقت نکردم بخورم. معمولا میخورم، نگه قورت بدم میکنم. وای میگه معمولا میخورم. خدایی تو. ناخونو باید بگیرم. اونجا بودم دیگه وقت نکردم بخورم. معمولا میخورم، نگه قورت بدم میگیرم میکنم. کسخل دایورتم رو خواهی های پروردگار برادر. کسخل دایورتم رو خواهی های وقتی یکی برام دعا می نویسه پروردگار برادر. واقعا اونایی که این کار میکنن من درک نمیکنم. آقا میخوای یه غلطی بکنی با زندگی خودت بکن، کلتو از بیار بیرون، ما تحت بقیه. تو آمریکا راه صاف یه روزه به اینجا نمیرسی. وقتی سوار هواپیما فرودگاه امام میشی سوراخشون انقدریه، باید بشه انقدری تا زندگی جمع بشه. هم انقدری باید بمونه، انقدری بشه پرش میشه پیکان. تو آمریکا راست میگه، واقعا راست میگه. سخته. نه کس مشنگ، ما تو حیات اینا اومدیم. اینجا جنگل خارکس، این دوربر آبادی نیست که. اینجا خونه اوناست، من حیوان اومدم اینجا. نه کس مشنگ، ما تو حیات اینا اومدیم. اینجا جنگل. وقتی به رفیقم میگم آهو اومده خونه ما، راست میگه واقعا. مخصوصا اینایی که میرن، حالا نمیدونم شاید بگید بی معنی حرفه، ولی کسایی که میرن طبیعت، مثلا گروهی میرن، جدیدن تو ایران خیلی زیاد شده، دیجی میبرن، باند میبرن. چیکار میکنید آقا؟ میرید از طبیعت لذت ببرید یا میرید پارتی کنید که پلیس نباشه بگیرتتون؟ خدای گناه دارن حیوونا. این دخترای افاده‌ای که میخوان هیکلشون بگن ما خیلی خوش هیکلیم، این کارا رو میکنن. خیلی خوبه. لعنتی. امشب دل من هوس رو تب کرده، عاشق شده از عشق تو تب کرده. بریم. یه دوست دختر آمریکایی دارم، انقدر خوشگله، انقدر با من خوبه. آره از من کوچیک‌تره چند سال تو خیلی زیاد.
منو دوست داره. برگردا بدم در مورد دوست دخترم صحبت میکنم دنبالت میدم یه دوست دختر آمریکایی دارم عاشقشم، یعنی خیلی خوبه. من درست الان 3 صبح، عدد از 3 صبحم دیگه داره میگذره، یعنی 3 داره رد شد، 3 و 10 دقیقه. درسته این موقعه، البته الان صبح میشه، 3 صبح شب میخواستم بگم، اما امشب 2 تا ویدیو ضبط کردم، واقعا حالم خوب کردن، واقعا. این الان دومین ویدیومه که آیسانه، خیلی حالم خوبه، خیلی عاشقتونم. بریم بچه ها باید سند اگه کسی داره، ما سند داریم یا جواز کسب اگه داریم بریم حاجی را دستشویی بکشم بیرون. یعنی 2 ساعت اون توه. آرش دنبال جواز برات میگردیم، همه امشب درت میارم، بیا بیرون دیگه برادر، ما ریدیم تو شلوار خودمون، بیا بیرون. میای بیرون یا دربن رو بشکنم. بیا یکی از رفیقای من داره جواز میاره، امشب درت میاریم حاجی، نگران نباش. بچه‌ها وای خنده یه لحظه اومد پشتش، ترسیدم، احساس کردم یه صدای بیرونه، توی ویدیو نیست. بچه ها یه چیز خوب به من یاد داد، اصلا من این جواز بیارم درت بیارم و یاد گرفتم میگم به میلاد. وای من چقدر بامرزم. این که ندیده، شایدم دیده. حالا من این کار میکنم. داداش این سری بگی داداش، میگم بذار لاش. همین داداشی ها دوشیدنت یه آهنگ هست. داداش این سری بگی داداش، میگم بذار. آفرین. دیری آخه من با پسرم با این آهنگ ویدیو ساختم. موهاشم فرفریه، وقتی بلند میشه جو لوله. تو همین ویدیو هم موهاش فرفریه بود، خیلی قشنگ بود. داداش خودت بخری حال میده، پول بابا رو بگی بگا داداش. البته بابا من کسر گفتم، بابا اگه داشت بهتر بود. بابا اگه داشت خیلی کیره خر کمتر بود. شوخی کردم، اگه بابات داره هر روز خواهشو ببوس. اصلا کسشه را آدم تازه داشتم حرفش تایید میگم، ایول من باد خودش فلان گوه میخوره. خودش چیه؟ کسخلی کار بکنی مگه؟ دیوانه ای تو؟ خودت بابات داره، نه پول بابا به درد نمیخوره، میخوام کار کنم. هر کی میگه بهش بگو خار مادر دروغگو رو گاییدم. این دفعه هر کی گفت پول بابا چیه؟ پول بابا برادر من، پول پدر سلامتی با هم رقابت میکنه برادر من. کی حال داره کار کنه تمام جوونی 24 سالگی تا الان نفهمیدم چوری گذشت. اگه بابا داشت عالی بود دیگه. پول بابا رو اگه به پول میده 200 بار دولشو ببوس هر روز. داداش من خارکس این کارم، ابوالفضل من این کارم، من خارکس این کارم، ابوالفضل من این کارم، من خارکس. تو خسته نشدی خارکس؟ الان 2 روز اینجا وایسادی خسته نشدی؟ تو کس ماشین مجسمه تو خسته نشدی؟ خودش میدونه. پک مک جک همه رفت، دارم میمیرم آجی. آخه دلم واسه باشگاه تنگ شده بچه ها، دلم واسه ورزش کردن، واسه رژیم تنگ شده. هی دنیا 4 ساله من ورزش نکردم، پیر شدی من. نه 4 سال پیش بچه اولم به دنیا آمد، 1.5 سال بعد بچه دومم به دنیا آمد، 6 ماه بعد بچه سومم به دنیا آمد. اما 2 تا پسر دارم، بچه اولم و سومم. ببینم کیره چقدیه، دیدولی چقدیه، نوردین بخوره بیار. ببینم کیره چقدیه. خدایا گوه خوردم دیگه، این حرفا رو نمیزنم. دمت گرم که همین حال رو به من دادی. برگرد برو سمت چین، چینی ها رو بگا خدا رفت. داره بال میزنه خدا داره میره. برو به سمت چین، خدا دوباره بیا. من گوه خوردم. شوخی کردیم، ما رو به کیر ندیم. خدایا گوه. خیلی خوبه.
مختلط دختر هست. بچه آخرشای خودم به خودم زدا زدم، یعنی زدا نزدم، یاد پسرم افتادم. دو تا پسر پسرم دارم، قند اصلم دارم، یکی پسرم همیشه تو قلبمه. یا کن گفتم امشب حالم خوبه، حالم خوبه. دم شما گرم که تا اینجا یه ویدیو با من بودید. مرسی که هستید، دمتون گرم. کامنت بذارید چه ویدیوهایی دوست دارید. من چون که با پسرام درگیرم، پسر بزرگم، پسر کوچیکم، دوتاشون الان توی شرایطی که من خیلی باید ازشون محافظت کنم، مجبورم ساعت 3 شب دارم ویدیو میگیرم دیگه. بدونید دیگه یکی 6 ماهشه، یکی 3 سالشه، داره میره تو 4 ساله، چند ماه دیگه میشه 4 سالش. واقعا سخته یه ذره، واسه همین دیر وقت ویدیو میگیرم. اگه برای من بگید که چه ویدیوهایی بگیرم، راحت تر میتونم برم پیدا کنم و اون ویدیو رو براتون ضبط کنم. اینجوری خودم دنبالش بگردم یکم سخته. و این کانال رو پاک کردم و دارم دوباره ویدیو میذارم، یه خورده انگار که صفره و ممنون میشم که منو به دوستاتون معرفی کنید تا کانال دوباره جون بگیره. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو با من بودید. مرسی که هستید. تا درودی دیگر، بدرود.